26 دکامبر در جریان یک زنوزنی خونین بین دو گروه جوانان در پاولوی مکتب رقم 15 در مرکز شهر پنجکین ولایت سوق در شمال تاجیکستان 3 نفر از زخم کرد به هلاکت رسیدند. 2 نفر در جای حادثه و یکی دیگر در بیمارستان جان دادند. بنا به گفته منابع پایگاه خبری بامداد 2 نفر از کشته شده ها اکا و دودر بودند. مقامات میلیشیای پنجکین میگوید همه اشتراکچیان باقی مانده این زنوزنی را معین و دستگیر کردند. سبب زنوزنی خونین معلوم نیست. گفته می شود که دو گروه جوانان اساساً دانشجویان در نزد مکتب رقم 15 با همدیگر مناقشه کردند. رزبار بین آنها به زنوزنی پیچیده است و طرفها با مشت و لغت و پردمیت‌های دیگر قناعت نکرده دست به کارد هم بردند. هر 3 نفر کشته شده از ضرب کرد جان دادند. بعد چنین رنگ گرفتن کار اشتراکچیان باقی مانده زنوزنی که گفته می شود حدود 10 نفر بودند فرار کرده به دهه‌های خود رفتند، ولی کارمندان میلیسا توانستند یکی از آنها را دستگیر کرده توسط بازجویی او شخصیت اشتراکچیان باقی مانده را هم معین و آنها را از دهه‌هایشان دستگیر کرده باز به پنجکین بیارند. بنا به معلومات رسما تصدیق نشده اشتراکچیان زنوزنی خونین از فراب، موغیان، سوغدیان و کوسه تراش بودند. بنا به معلومات نیز رسما تصدیق نشده نفر سومی که در بیمارستان جان داد نیز از موغیان بوده است. اداره بامداد این قضیه را پیگیری میکند و برابر به دست رسیدن جزئیات نو شما را در جریان خواهیم گذاشت.